سلام دوستان عزیز. شنبه بازی آلومینیوم پرسپولیس هست. با پسر عموم هم دوتا بازی و اینجا سیمولیشن بود، سرشبیه سازی بکنیم. نساجی استقلال و آلومینیوم پرسپولیس ببینیم چند چند میشن. تکون نخورید. 1 2 3. خب اول الان آلومینیوم بازی کنیم. اول آلومینیوم. آره. خب ببین اینجا پرسپولیس چند تا از آلومینیوم میخوره؟ آلومینیوم 4 5 تا میذاره. یعنی من بخوام برم یعنی من میرم. یعنی من پسرم. باشه خب. چجوری صفحش؟ الان خوبه صفحش؟ خب ببین فرندلی انتخاب میکنیم. این بازی فوتبال لیگ 2025. ببین پرسپولیس رو ما میکنیم چی؟ ببین ما ایران انتخاب میکنیم. اینجا مینویسیم آلومینیوم. این خرم‌آباد اسمش چی بود؟ خیبر. آلومینیوم کوش. چرا آلومینیوم نداره؟ ای پیدا کردی آلومینیوم سبزه. اینها عراق. میخوام ببینیم آلومینیوم چند تا میزنه به استقلال. پرسپولیس. این چه فولاده. اینو انتخاب میکنی؟ فولاد این زباهنه. چیزو پیدا کن. پرسپولیس اینه های بالا. این قطع نشه. رنگشون درسته. قطع شد. چند ثانیه صبر بکنید دوستان. چند ثانیه صبر بکنید تا درستش کنم. ببینید گفتم دست نخوره بشه. خب فکر کنم الان درست شد. ببین ترکیب خوبه. این ترکیب کیه؟ نمیدونم قاطیه دیگه. حالا میریم تو بازی. ما ترکیب پرسپولیس رو بدیم. ببینم ترکیب حالا هر چی هست مهم نیست. ببینیم چی میشه. فکر کنم این چی شد؟ نو تانکس. تبلیغات شد. عراق و تهران. سخت. چجوری بیارم وسط؟ نمیاد وسط. حالا برای استقلال نساجی از اولش نمیاد. خب ببینم. پاس بده. اما آلومینیوم هم ایوه. اوه زد علیپور این. بای نه علیپور بود زد. نه گل نشد. آره علیپور از شماره 9. من بلیط گرفتم برم استادیوم روز شنبه ها. یعنی واقعیش هم اونجا میرم میبینم. خب پاس بده. پاس اشتباه. اینو بیار بگیر دستت. یه میکروفونه این. فقط دستت دوربین نره. یا چی شد؟ عجب میکروفونیه همش. هم صدای بازی بیاره خوبه. هم نزدیک هم صدا خوبه. بالاتر هم بیاره. مرادیه. بکس بده. ماشالله چیپ بنده. پاس بده. اوه گرفت. علیپور راست. امیری این برید امیریه. خیلی قوی بشه. بیار با خوبه صدا خوبه. خب پاس اشتباه. این سروش رفیعه. آره نوشته. علیپور. سروش رفیع حرکت تکنیکی. خیلی قویه پرسپولیس خیلی قویه. سروش رفیع یه پاس خوب. سردارانسو. سروش رفیع. پاسش برای امرود بود. ایوب الامرود. پاس اشتباه. حالا آلومینیوم ها یه پاس بلند اشتباه. بیار بالا که گزارش کردید بیاد تصویر. سرلک بده. نوری رو میشناسی توی آلومینیوم مربیه. کاپیتانه. مربی. یه پاس اشتباه. یارگی گالاستیانی. پرسپولیس خیلی قویه. سروش رفیع پاس اشتباه. حالا یه توپگیری از پرسپولیسی ها. قطع شد الان درستش میکنم. قطع شد دوباره درستش میکنم. چند ثانیه ببخشید. این دفعات اوله ما اینجا وارد نیستیم. خب بریم ادامه بازی. هنگ کردی دفعه ببخشید خراب شد. مثلا من که تصویر پیدا کنم. کوچیک شده صفحه. باشه گلی خوردی. بکش. آره. بنداز. بزرد. زرد چیه؟ زرد داوره.
پاس زرده. اون یعنی شوت در اون. پاس در اون. پاس در قرمز سلاید یعنی تکل اونه. شوت اونه. این اونجا رو کردن چیزه. یه دونه نگه دار بگیر بزن تو برو چی؟ اصلا موقعیت خلق نشده تو الان موقعیت ظاهر نبود. سروش رفیعی یا پاس برای علی بود. نیمه اول تمام شد. شوت پایان نیمه یا خودم فقط دست به این سیم نخوره. اون آبیه چیه؟ آبیه چیه؟ الان میگم ببین با این دست بس ببین تو بیایی من بذار بگم این آبیه پاسه زرد پاسه اینو باید یه دست تو با اینجور حرکت بگی تکونش نده میخوای استقلال رو تو بازی کن بذار من برم استقلال نساجی رو تو برم ها آلومینیوم من میرم میکروفون رو بیار نزدیک تو من حالا بازیکنان آلومینیوم گزارش بنداز جلو حرکت ارسال یه پاس زمینی رسید باش این شوته آبیه شوته حرکت چپ یه دور کامل میزنم حالا میکروفون اینجا بیار که صدات هم بیاد صدا گوشی هم بیاد حالا تو گیرت بازی کنن آلومینیوم یه حرکت بین دو بازیکن دوباره اما قبلش خطا بر روی سروش رفیعی اعلام شده بود خود سروش پاس میده حالا پرسپولیسی ها علی پور پاس میده خودش حرکت میکنه فکر کنم مساوی بشه سروش رفیعی یه پاس اشتباه حالا آلومینیومی ها میتونن ضد حمله بزنن چقدر دفاعش قویه یه توپ میگیرن باید شوت محکم و شلیکی تری میزد این بازیکن با تجربه آلومینیوم وحیدی الان گل میزنه امیری حالا وحید امیری ضربشو میزنه تو گوش خراش از کنار تیر سکنج دروازه به بیرون میره یه پاس بلند توپ میرسه به پرسپولیسیا سروش رفیعی علی پور نه وحید امیری بود عذرخواهی میکنم امیریه حالا یه پاس برای علی پور تو پاس دست میده نتونست چرخشش کامل بده بنداز جلو چی بنداز جلو نرسید خب این چون رو زمینه موبایل من تسلط ندارم بهش گرفتیش بنداز یه چیپ بنداز تو این شوته باید بندازی تو کدوم ارسال کدومه ارسال همون اونی که این زرد است خب با زرده ارسال کن چون شوت میکنه میکروفون تو بالا بیار همیشه گزارش سروش رفیعی پاس اشتباه وحید امیریه این مساوی شد این بازی مساوی به پایان میرسه بازی بین آلومینیوم عراق و پرسپولیس تهران مساوی به پایان میرسه هیچکی حالا من شنبه میخوام من ورزشگاه خب اینو استاپ میکنیم قسمت بعدی نساجی و استقلاله استقلال که میبره